سلام دوستان، امشب میخوام یه تیکه از مصاحبه اکبر کوسه با یه سایتی رو براتون بخونم. این سایت که مال حوزه علمیه نجفه از اکبر کوسه پرسیده که چرا حوزه ها به جای اینکه واسه حکومت تعیین تکلیف کنن خودشون تابع حکومت شدن. حالا لطفا جواب شیخ اکبر کوسه رو ملاحظه کنید که خوب سوژه‌ای واسه موشکافیه. هاشمی رفسنجانی: باید استقلال داشته باشند، یعنی وقتی دین را مطالعه کردند و فهمیدند باید آنچه را که فهمیدند بگویند. نباید این گونه باشد که بخشنامه‌ای شود که مثلا ائمه جمعه باید در مورد این مسئله این گونه بگویند. من فکر میکنم این حالت مناسب یک عالم روحانی که مسئولیتی دارد نیست. خدا وکیلی این جواب سوال اون سایت بود یا یه مشت و لگد اکبرشاهی تو پک و پهلوی الگدا بود؟ میگه باید آخوندا مستقل باشن، نباید ریششون به دنب ولایت بند باشه. امام جمعه ها باید خودشون حرف بزنن، نباید حرف الگدا رو قرقره کنن. تازه یه حرفای دیگه هم میزنه که خامنه رو از اینم بیشتر میسوزونه. به نظرم با شرایطی که حکومت مذهبی و دینی شده اقتضا می کند با علمای دینی و حوزه هایی که تکفل امور دینی را دارند در این جهت هماهنگ کنند و اگر حکومت بد عمل کند باید انتقاد کنند. دیگه چی؟ حالا دیگه تکفل دینی دست علما و حوزه هاست؟ یعنی ولی فقیه کشک دیگه ها؟ بعد تازه اینا همه یه طرف، انتقاد حوزه ها از حکومت هم یه طرف. چرا اون موقع که خودت رئیس جمهور بودی از این نسخه ها نمیپیچیدی؟ چرا لقمه رو دور امامت میچرخونی شیخ اکبر؟ خب چرا هدف اصلی تو نمیگی؟ حتما باید خود عظما دنبا کنه و هدفو بگه. هدف اینه جمهوری اسلامی، اسمش هم جمهوری اسلامی باشه، احیانا یه آقای معممی هم در رأسش باشه، هیچ اشکالی نداره، اما اهداف آمریکا تأمین بشه. بله، اکبر کاوچیو میخواد از فرصت پسازرخوری استفاده کنه و همینجوری گام به گام سیدعلی باپور رو عقب برونه. واسه خاطر همینم هست که تو پوش انتقاد به حوزه ها پرده ها رو کنار میزنه و تیشه میزنه به ریشه عظما. اینجاست که داد نونخورای ولی فقیه در میاد و میرن تو کار فتوای دلواپس مابانه. آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در مراسم سالگرد آیت الله مهدوی کنی در مسجد دانشگاه امام صادق گفت امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه بوده و از شرب خمر حرامتر است، چرا که این کار یک کشتی 70 میلیون نفری را سوراخ می کند. جالب اینجاست که اکبر کوسه جواب همین فتواهای ولایت پسند رو هم داده. رفسنجانی: البته بعضی از روحانیون توقع دارند برای همه دنیا فتوا بدهند. البته مردم می توانند از روحانیت هم انتقاد کنند، چون انتقاد عیبی ندارد، بلکه بالا رفتن از پلکان است. بالا رفتن از پلکانه یا پایین انداختن از پلکان؟ نکنه اول میخوای خامنه رو ببرسی بالای پلکان بعد کله پاش کنی؟ نتیجه موشکافانه داستان این میشه که کوسه تک رو زد. حالا باید منتظر پاتک خامنه باشیم. درسته که این قصه سر دراز داره، اما عمر آخونده رو بد جوری کوتاه میکنه. بله.